سلام دوستان، اومدم داستان پسری رو تعریف کنم که فکر میکنم شما هم این مشکل رو داشته باشین. این داستان مربوط به پسر 17 ساله‌ایه که مبنای داستان شکست عشقی سنگینی رو به ما میرسونه. این پسر اینقدر شکسته است که حتی هدف از خلقتش رو هم نمیدونه. این پسر هدفش رو طوری ساخت که میخواست با دخترها کاری بکنه که بیشتر دخترها با پسرها انجام میدن. فکر کنم تا الان موضوع رو فهمیده باشین. این پسر کارش به بازی گرفتن دل بود و تا الان کلی دل شکونده. یه شب بعد از کات کردنش که رفته بود سراغ قربانی بعدی که اونو هم به بازی بگیره، فهمید که این بار بد گیر کرده، چون دختر از خود اون پسرم نابودتره. اون پسر تصمیم میگیره روی دختر کار کنه و طی 2 سال کاری میکنه که دختر از این وضعیت بعدش در بیاد. اما موضوع اونطور نمیشه که پسر میخواد. پسر با زرنگ کردن این دختر و نشون دادن راه زندگی فقط غرور رو تو دل دختر ایجاد کرد. پسر اینقدر مقام دختر رو بالا برد که غرور در وجود این دختر ایجاد شد. پسر فهمیده که دختر دیگه مثل قبل باهاش تانی میکنه و بازم پسر به کاراش ادامه میده چون عاشق اون دختر. پسر یه روزی به اون دختر قول داده بود که هیچ وقت ولش نکنه، اما دختر تو یکی از این روزها با یه مرد دیگه رفت و پسر همچنان تو نفس تاریکش غرق شد. دوستان من، اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما داستانهای واقعیتون رو واسه من داخل تلگرام بفرستید.